با درود به عزیزان در استودیو و همچنین درود بیکران به عزیزانی که برنامه منو مشاهده میکنن. من آریان هستم و خوشحالم که هر سه‌شنبه و پنجشنبه در تلویزیون جام جم در خدمت شما عزیزان هستم و برنامه بسیار کوتاه ولی جامعی از تکنولوژی رو به منازل شما میارم. سعی میکنیم که در این برنامه همونجور که گفتم هر سه‌شنبه و پنجشنبه کوتاه‌تر و کاملتر برنامه رو در خدمت شما بیاریم در مورد مسائل الکترونیکی، بازی‌های الکترونیکی و کامپیوتری و مسائل علمی که در دنیا میگذره با شما گپی خواهیم داشت و ببینیم که دنیای علم ما رو به کجا میبره. برنامه این هفته رو با شما شروع میکنیم و ببینیم که این هفته و این چند روزه دنیای علم برای ما چی آورده. در هفته‌ای که گذشته شو بسیار بزرگی در لاس وگاس نوادا در آمریکا برقرار شد به نام CES که Consumer Electronic Show. در اونجا بسیاری از کالاهای جدید و بزرگترین کمپانیایی که با کالاهای جدید به این شو اومده بودن و داشتن پد جدید الکترونیکی رو به جامعه نشون میدادن گرد هم اومدن تا برنامه رو اجرا بکنن. شو بسیار بسیار خوبی بودش و در این شو کالاهای بسیار جدیدی بودش، پروداکت های کامل تری به بازار اومده بودش که من بعد نمیدونم که در مورد اونها بتونیم با هم دیگه صحبتی بکنیم، گپی بکنیم و تعدادی از اونها رو به شما نشون بدم. اولین کالایی که میخوام نسبت به خدمت شما صحبت بکنم در مورد کروزکست هستش. کروزکست دستگاهی هستش که بر روی اتومبیل های شما سوار میشه و از اون طریق شما میتونین بیشتر برنامه‌های تلویزیونی رو به صورت استریم وارد هارد درایوی که در کامپیوتر خودتون هست در درون ماشین بکنین و به این طریق بتونین در دیسپلی های کوچیکی که در اکثر اتومبیل ها هستش از دیدن تلویزیون بهره برداری کنین و تلویزیون‌های مختلف و کانال‌های مختلف رو ببینین. این سرویس از کمپانی AT&T هستش و در بهار امسال به صورت سابسکریپشن یا آبونمان در اختیار مردم قرار خواهد گرفتش. بحث بسیار مهم دیگه‌ای که الان در صنعت اتومبیل سازی و همینطور تکنولوژی مطرح هستش مایکروسافت سینک هستش. مایکروسافت سینک که یکی دو سال هستش که از طرف کمپانی مایکروسافت معرفی شده به بازار اتومبیل، دستگاهی هست یا دیوایسی هستش که درون خود اتومبیل ها سوار میشه به وسیله سازنده های اتومبیل اکثرا فورد و کرایسلر و با قرار دادن مایکروسافت سینک شما میتونین تلفنتون رو همونجوری که میگه سینک بکنین با سیستم هایی که درون سیستم های کامپیوتری که درون اتومبیل ها قرار گرفته و اطلاعاتی که میخواین به سادگی بین کامپیوتر درون ماشین و تلفن دستیتون رد و بدل کنین و این بهره برداری الان میتونه از اتومبیل هایی که از دیترویت به صورت فورد، کرایسلر و به زودی جنرال موتورز هستش در اختیار مردمی که علاقمند هستن قرار بگیره و از اون طریق میتونین با سیستم های GPS و اطلاعاتی خیلی ساده کانکت بکنین و ساده تر بکنه زندگی و به هر حال دایرکشن هایی که میخواین و مسائل دیگر از این طریق مایکروسافت سینک بهره برداری بکنین و استفاده بکنین. کمپانی سامسونگ همونجور که میدونین کمپانی بسیار معتبری هستش که اخیراً تمرکز زیادی بر روی سلفون ها کرده. سلفون ها میبینین که یا موبایل فون ها میبینین که چقدر سریع دارن تغییر میکنن و جهت های بهتری رو پیدا میکنن. آیفون فکر میکنم که با چند سال پیش به بازار اومد و رقابت بسیار خوبی ایجاد کردش و صنعت موبایل فون ها رو یا سلفون ها رو زنده کرد. کمپانی سامسونگ هم
خیلی سریع و خوب داره پیش میره و از سلفون های جدیدی که در شو اخیر CES به بازار عرضه کرده میبینیم که سلفون هایی هستن که پروجکشن تیوی توشون قرار گرفته. یعنی به سادگی شما میتونین با وقتی که فیلم برداری میکنین و بیاین سلفونتون رو در یک روی سطحی قرار بدین و به واسطه لامپ پروجکشنی که داره تصاویر رو میتونه روی سطح کاغذ، دیوار یا محلی که براش مشخص میکنین به خوبی با رزولوشن خیلی قابل قبول براتون پخش بکنه. این سلفون های جدیدی هستش که سامسونگ به بازار به زودی خواهد داد در یکی دو ماه اخیر. یکی دیگر محصولاتی که واقعا انقلاب به پا کرده در صنعت تلویزیون یا صنعت تصویری در چندین ماه اخیر تصاویر شیشه‌ای یا تصاویر تلویزیونی هستش به نام OLED. ما هممون با سیستم های که الان در بازار هستش به خوبی به نام LED، LCD و پلازما آشنایی داریم و کم و بیش سیستم اونا رو درک کردیم و ساختار اونها رو باهاش آشنایی داریم که در هر خونه الان ازش استفاده میکنیم. سیستم OLED که از طریق شرکت سونی به بازار داره عرضه میشه و کماکان میدونین که هر موقع که یک کالای جدید به بازار میاد از نظر قیمتی خیلی بالاتر هست. یک مانیتور 21 تا 24 اینچیش در حدود $2500 در شو CES قیمت گذاری شده و OLED به خاطر استفاده از سیستم هایی که بدون لامپ هستش و سیستم های ارگانیک استفاده شده باعث میشه که سطح بسیار بسیار تین و باریکی داشته باشه. تلویزیون ها بسیار یا مانیتورها بسیار باریک هستن، به همین دلیل حرارت بسیار کمی دارن و از الکتریسیته بسیار کمی هم استفاده میکنن و هر موقع هم که باتری ازشون مصرف بشه باتری کمی استفاده خواهند کرد. کمپانی های متعددی هستن که تو صف قرار گرفتن که این صنعت رو تکرار بکنن، کاپی بکنن و با قیمت های کمتری در سالهای دیگه به بازار عرضه بکنن. ولی OLED میتونم بگم انقلابی هستش در صنعت تلویزیون که ما باید انتظارش رو داشته باشیم که بیشتر و بیشتر باهاش برخورد بکنیم، در موردش هم خدمتتون صحبت بکنیم که آشنایی بیشتری از ساختار این مانیتورها و تلویزیون‌های جدید با هم دیگه داشته باشیم. بر صورت ممنونم از این که این چند دقیقه در خدمتتون بودم. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.